ساعت کار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی از شنبه تغییر می‌کند. بر اساس مصوبه هیئت دولت آغاز ساعت کار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی از 6 صبح خواهد بود. از روز شنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت شروع کار کارمندان دولت از ساعت 6 صبح خواهد بود. یه بند دیگری هم مصوبه امروز داشت با هدف اینکه بتونیم انرژی رو بهتر مدیریت بکنیم و کاهش قطعی برق رو ان شاءالله داشته باشیم. اون دسته از دستگاه‌های اجرایی، اون دسته از مشاغلی که امکان دورکار شدنشون هست، با رعایت چارچوبی که در این مصوبه سال 89 گفته بودیم مصوبه دورکاری، اون رو هم مبنای عمل قرار بده. یه تبصره هم برای رفاه حال خانواده هایی که بچه کوچیک دارن، یعنی زیر 6 سال و بچهای دبستانی و پیش دبستانی، اینها هم اجازه داده شده که دستگاه اجرایی در جهت رفاه این عزیزان بتونه از ساعت شناور برای ورود اینها استفاده بکنه.